دوستان عزیز، اومدیم با این ویدیو دیگه از چنل علی دیوتی. بچه‌ها بالاخره اولین ویدیوم شد 13 تا ویو. فقط 12 نفرتون تا آخر دیدید. بچه‌ها دستتون در نکنه. بچه‌ها لطفا لایک کن تو حساب یادتون نره. بچه‌ها اومدیم با یه بازی جدید اکلاف. بچه‌ها اومدیم بیرون، گفتم بذار تنوع بدم، شاید بچه‌ها دوست داشته باشن. 2 تا دیگه ویدیو هم تو راه، 3 تا دیگه ویدیو هم تو راه بچه‌ها. اون 3 تا رو بگیرم، سومیش این اولیشه، آخرین ویدیومون خفن ترین ویدیو چنلمون میشه. یک بازی بسیار فشاری کننده و خفن. بچه امیدوارم از اون ویدیو خوشتون بیاد و امیدواریم از این ویدیو هم خوشتون بیاد. بچه برو بریم واسه بازی. خب بچه ما اینجا دیگه شبیه ساز چیه؟ ببینیم شبیه ساز سوپرمارکته. خب اول وارد سیستم میشیم. خب وارد سیستم که شدیم، بریم اینجا ببینیم اینجا چیه. بچه هیچی، من واقعا هیچی از این بازی نمیدونم. یعنی وام میشه انگار گرفت داخل این بازی دیگه. اینجا چیه؟ اوکی. بچه ها میتونیم قیمت ها رو دستکاری کنیم. اینجا هم که میوزیکشه. خب بچه بگیریم یه چیزایی بگیریم. 2 تا از این بهمون بده. نه یه دونه از این بهمون بده. یه بسته از این هم بهم بده. از اینم بهم بده. از این هم بهم بده. خب ببینیم اینجا 93 تا شده بچه ها. نمیشه انگار فکر کنم بگیریم. بذارید از اول بزنیم یه مدیریت کنیم اینا اونو بچه. اوکی یه 11 تا زدیم. 25 میشه 40. بچه همین 2 تا رو تونستیم بگیریم. نباید این کارو میکردم ولی خب اینطوری میاد. پشمام چقدر سریع اومد. خب اینجا وا میکنیم بچه ها. چجوری وا؟ اوکی اینطوری میندازه، اینطوری وا میکنه، اینطوری هم میذاریم همچون مشتری برمیدارم. خب بچه ها نمیشه گذاشت. چرا اینطوری هم که بسته میشه، اینطوری هم میندازه بسته، اینطوری گذاشته میشه. ای بابا بچه ها. خب به بازی رسیدیم که اصلا کلا خیلی داره اعصاب خورد میکنم. حالا این که بذارم اینجوری بزنم اینها کنم. وای خیلی بازی سمیه بچه ها. باورتون میشه بچه واقعا میگم یه چیزی بلد نیستم. الان 2 ساعته دخواهیم بزنیم یه چیزی رو باز کنیم. بچه بفهمید گن زدم بچه. 2-3 تا با این انداخت. اینو اینجوری بذار اینجا. بذار این قیمتش خیلی پایینه، درده میخوره. میذاریم رو 6 و 2 تا 0. درست این درستیم. 6 و 2 تا 0 درسته. واحد پولشون چیه؟ دلاره. آره پشمام فکرم دلاره. بنداز سلاش کن. این سلام اینجا سلام. بازی باحالیه بچه. اونطوری که من ایناشو دیدم بازی باحالیه. خب این نون توستم. خب بودو. بچه صدا بازی دارید؟ خیلی بده. 2-0. خب بچه اوپن میکنیم مغازه رو اوپن میکنیم. خب بشینیم اینجا. بشین تا بیاد مشتری. خب بشین.
بشین. آها نشست. بالاخره بعد وقت حساب کن. اشنا چقدر پیش بدیم؟ من یه دهی هم بدی 50 بهت دادم، یه دهی میشه 60 به 80 88 میخوای. خب من چی کار کنم؟ بگی برو بودو بعدی. نوکر آقا کارت خوب درآمد کردیم. 21 یعنی چی نشده. خوب درآمد کردیم. خب اینا بگی بده من. بودو بگی برو گدای سری $1 ایرانه. بودو چرا کلش اینطوری؟ اول فاز بزا. بودو چرا 11 تا 10 11. بودو استغفرالله. تایم واسه من زمان واسه من تلاس. بودو داداش پول میخوای؟ بگی برو. خدافیز. بله $1 بگی خدافیز. آخه بچه $7 $7 50 تا بودیم اول بود زیان شدیم 57. زود بعدی. ای خدای من ببینم بیا اینجا ببینم. بیا اینجا بذار. اینجا به خوبه. بعد قفص ها میتونیم جا بگم بیشتر داشت هم دوتا. چه خبره؟ زیاد نیست یکم. بودو 12 نمیشه بیشتر. نه بچه این کار نکنم. بودو بعدی. آی ملت واو سوپرمارکت بیاید غذا بخرید. نون توست و نمیدونم از این چیز میزه واسه بچه‌تون بخرید. ای خانم میخواد بفرش زش بود کنم رشتی یا اول نگاه نکن مردم جو اول کله کنیم نگاه نکن یا خب زودتر برید از این بگم. حتی یوتیوب سر این چیزا که گیر نمیده خانم. بشنه به خدا نیاد بیرون. بودو گیش بودو. آقا تعطیل شده بس داداش. همه میگیزن تو بریم بچه ها چیزهایی بخریم ببینیم شد. بچه اینا چیه؟ میدونم چی شد. خب یه دونه از اینا میزنیم. از اینا یکی از اینا میزنیم. تمام بچه بفرمایید. بودو سری جنسا رو تحویل بده. بودو همیشه از این بولویو برای نگیزم. بذار بچه یکم گرونتر میکنیم چون خیلی گرون بود. حالا میخرم اینجوری میکنیمش 8 و خورده ای. اینم بده من ببرم دیگه. نه یا بودو بینم. وای بودو بچه چیز جنس جدید داشت. بفرمایید گوشیم داره میکنه. استغفرالله. بیا اینو رو زیاد گرفتیم. یکه اونو میشیشیم رو بچه ها. تکنولوژی بازی دیگه. واقعیت که نکنید پاچه من بازی
تا دسته بخت بچه من تو بازی بچه ها حوید بگید بابا بعد اینو 3 میلی بچه عشق کنید بچه ها اینو تکنولوژیه بچه ها قیمت رو خب دقیقا کنید الان یه لحظه بذار ما همین جنس اینجا هیچی نیست سوپرمارکت تو محل نیست آخه باید برم مثلا هیچ داداش بگویم باید برم اون سر دنیا باید یکم خم شدن من که نه خم شدم ازشون اونا خم شدن میخوان چیزی باید اوکی بچه نگاه کنید اینو چیکار میکنیم اینو میکنیم پاچه تر از این چوفو گندم گلیم روغن بچه روغن تو ایران افتادن آره جان تو دسته قرار رو اینجا بچه‌تون بیا برو بیرون پادس 7-8 خورده بچه ها اشونی بچه ها نون توستم که مثل قدیمان توپ من دوزش برم مثل خیلی ارزونه ها چه باید بکنمش 7 خورده با داداشمون چی این 8 خورده باشون اینا بذاریم بیرون حالا شروع بخوابم من خوابم میاد بخوابیم بشونیم چی بخوابیم خوب نداره ما این پین کنیم لنبو مورد روشن کن لنبو مغازه ما فقط بودو داداش من برده قشن از اون گرونه ها بغلش نمیستو بود کنده خانم این باشد نیخواه چه بوم بگیریم ندیم گروه چی علی بود اینجا بانک زوم با بانک بازی با منم بازی نه بچه ها بخوابیم دیگه بستم باشه داداشم حالا که روشن خوابید نور بیاد تو دیگه یارو چیکار کردن بیایم بره بازار سوپرمارکت باز شده بیا جنسای جدید جنسای قدیمی بودو بیا بودو دیگه بچه ها اینو بیاد بودو دیگه بودو چرا انقدر هشتی با میری نگاهشونو علی پوچ چدین آره خانم کجا میری؟ نه برو فردا اینو گرونو برد رسیدی رو دیدی استغفرالله بودو کارتو بده بودو آخه 4 مومن آخه دیگونه مومن اونو توسط دوستان میکنم 3 خورده برداریم مادر بریم ببینم هیچ نمونه اینقدر 4 دیگه تو دسته استغفرالله بودو نه برده دیش 12 خورده بکشم وای مخم
من مومن 35 خورده اینمه 8 گذاشتم نبرو واسه خانم بسته است زیشت بودو بخون بفهمید خوب بفهمید نخوری برو چون بلندم بچه باشی کندرندم برو خونه هرچی بخون بردار اینا نگاه کن تو رفتی با پشمون بچه حرکت دارم از این بره میز من این بره بودو 22 خورده بارو کلا به اینا میگم آدم های مومنود پرتی که پروچ اگه 8 راست 8 آخه 6 دیش بیرم سقوطه بودو بعدی 6 خورده بودو بعدی 16 دقیقه توی این مغازه کوفتی هستیم بودو 35 تا 20 تا ده میشه 35 تا 5 بودو قیمت ها رو اگه بچه بشه چون آخه 16 دقیقه ویدیو خیلی زیاد شده میبینید بچه شما بودو دیگه مادر عملت مادر استغفر الله اینو کم کنید تا بیم بخرم اینو کم کنید چی بسه این مثلا 2 تا خریدن اینو حداقل بکن 7 تا اینقدر تو پاچه مردم نکن ما گون استغفر الله بودو 47 20 30 50 40 بچه یه درس جدیده نگاه کن اینجا بدتر بکن یه زم نمیشه از این کلا بودو تو بدی دیگه ویدیو تمام خب بچه خیلی ویدیو طولانی شد خیلی هاتون حال ندارید این همه ویدیو ببینید بچه لایک کامنت دنبال یادتون نره آماده ویدیو دیگه باشید ساعت 6 ویدیو آپلود میکنیم بچه یه ویدیو آپلود میکنیم کلا فکر کنم بهترین اینه اون بشه بهترین 2 تا مشتری بهترین ویدیو کانال اون بشه تا بچه اومدن بذار اینم حساب کنیم باید بریم بچه بودو اینم حساب کنیم بودو بچه نشد واقعا خیلی بد شد اینم حساب کنیم خب بچه لایک ساب و زنگوله بغلم روشن کنید هر وقت من ویدیو گذاشتم با خبر بشید خداحافظ